وظیفه زن و فرزندان شکرانه کردن. همین پولی که پدر آورد، شوهر آورد، باید صرفه‌کارانه استفاده کرده، ضایع نکرده، از حساب پدر گناه نکرده. هر یک نعمت، هر یک پولی که دارید، هر یک تلفنی که دارید، اینا امانت است. روز قیامت پرسیده میشه. زن و فرزندان باید حق پدر رعایت کنند، پدر هم باید وظیفه‌اش اجرا کنند. لیکن اساسی وظیفه پدر این خورانیدن و پوشاندن، اساسیش این تعلیم و تربیه هست. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه همه شما راهبر هستید و همه شما از زیر دستانتان روز قیامت پرسیده میشه، مسئول است. زنک هم از همون خانه‌ش و از فرزنداش روز قیامت پرسیده میشه. مردک از بالای هم زنش هم فرزنداش پرسیده میشه. همه مسئولیت دارد. و اعطی کل ذی حق حقه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه هر یک صاحب حق را حقش را ادا کن. بله.